أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله الآدم أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. عرض سلام دارم محضر همه شما حضار محترم که عزیزانی که در خدمتتون هستیم و چه بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی صدا و تصویر ما را دریافت میکنند. پیش از شروع مباحثه یک شکرگزاری و یک عرض تسلیت و تعزیت. شکرگزاری از خدای متعال به خاطر اینکه بعد از قریب یک ماه و خردی 2 ماه تعطیلی درس دوباره حیاتی به ما بخشید که بعد از ماه مبارک رمضان دور هم جمع بشیم و با هم بخش و بحثی از مباحث علوم آل محمد صلوات الله و سلامه علیه رو با هم به گفتگو پیچیم. به خاطر این حیاتی که به ما داده است که دوباره در محضر شما عزیزان باشیم خدا رو شکرگزار. اما تسلیت به خاطر حادثه تلخ و ناگواری که در این ایام برای امت اسلام رخ داد در جنگ رمضان که در 10 ماه مبارک رمضان همزمان با وفات بزرگبانوی اسلام حضرت خدیجه کبری امت اسلام یک خبر بسیار تلخ رو شنیدن و اون شهادت امام الشهدای انقلاب مرجع عالی قدر رهبری عظیم الشأن حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رحمت الله علیه و دیگر شهدایی که از اون روز الی یومنا هذا که دارن خون پاکشون تقدیم درخت تنومند اسلام می شود. حقیقتا فقدان این مرجع عالی قدر و رهبر بیدار برای امت اسلام یک حادثه بسیار تلخی بوده است که لا یصدها شیء است. ما این خلأ و فقدان را می‌بینیم، برای ما تحملش بسیار سخت است. اما از آن جایی که قرآن فرمود عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، روی دیگر قضیه را که ما می‌بینیم این است که قطعاً این خونهای به ناحق ریخته برای خودش آثار و برکاتی داره و اون عبارت است نه تنها بیداری امت اسلام بلکه بیداری بشریت را تا اینجا به
دنبال داشت و موجب یک نوع اتحاد و وحدتی هم در داخل کشور هم در خارج کشور شده است. شاید بگیم در جهان بی سابقه هست که مردمی بعد از شهادت رهبرشان الان قریب به 40 شب بیان در میادین سراسر کشور حضور پیدا بکنند، هم در حمایت از نظام هم در جهت خونخواهی امام شهیدان خودشون و دفاع بکنن از کیان اسلام و مملکت خودشون و در این جنگ نابرابر به لطف خدا و برکت خون امام شهیدان و دیگر شهدا تا این لحظه دست برتر با کشور اسلامی و امت اسلام می باشد. ما یاد و خاطره امام شهیدان حضرت آیت الله خامنه‌ای و دیگر شهدا رو گرامی می داریم و برای رهبر فعلی خلف صالحشان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای از خدای متعال برایشون طول عمر با عزت همراه با صحت و موفقیت رو آرزومندیم. جهت شادی روح امام شهیدان و همه شهدای گرانقدر از صدر اسلام تا کنون همه با هم صلواتی رو اهدا میکنیم. اللهم صل علی محمد. خب بحث و گفتگویمان اگر یاد دوستان باشه. سلام علیکم استاد، خسته نباشید. متشکریم، ممنون از لطف شما. استاد امام سجاد سلام فرمود نقد لنا عاده، یعنی در راه خدا شهید شدن امام فرمودن عادته. خلاصه این کلچر و فرهنگ عاشورا است که ملت ایران با شهادت استقامت کرده در مقابل استکبار. خلاصه اولا به خدمتتون و تمام کارکنان تسلیت عرض میکنم و در غم شریک بودیم و دعا بودیم و انشاءالله برای حل مثبت ایران اسلامی انشاءالله در آینده هم دعا هستیم. انشاءالله خدا به حق امام زمان علیه السلام تمام دشمنان اهل بیت بلاخص وهابیت خبیث و آمریکای اسرائیل انشاءالله ذلیل و خوار کنه انشاءالله. خیلی ممنون. ما به عنوان فرد کوچکی از امت بزرگ اسلامی ایران از ابراز همدردی و همراهی امت اسلامی به ویژه مردم مسلمان هندوستان و بالاخص به سلسله جلیله روحانیت و علما که از بدر شنیدن این خبر الی یومنا هذا ابراز همدردی و همراهی کردن صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. خب بحثمون در قبل از تعطیلات به اینجا منتهی شده بود که در رابطه با فقیه جامع الشرایطی که اجتهادش بالفعل بوده باشد و مجتهد مطلق بالفعل بوده باشد شؤونی مطرح است که عرض کردیم یکی از اونها مسئله ولایت بوده است که آیا مجتهد واجد الشرایطی که اجتهادش مطلق و به نحو فعلیت است میتواند در رأس حکومت قیادت و رهبری امت را به دست بگیرد یا خیر؟ داریم مرور اجمالی میکنیم. گفتیم در باب ولایت فقیه در مجموع میشود ما 3 دیدگاه رو مطرح بکنیم. یک دیدگاه این است که ما معتقد باشیم به ولایت مطلقه فقیه. دیدگاه دوم قائل باشیم به ولایت مقیده فقیه.
یعنی ولایت فقیه را قبول داریم اما محدود، نه مطلقه. یه دیدگاه هم این هست که اصلا ما ولایت فقیه رو قبول نداریم، یعنی برای ولی فقیه منشأ و شأنی به نام حکومتداری و ولایت مطرح نیست. ما نگاه اول رو که ولایت مطلقه فقیه بود رو ظرف چندین جلسه اومدیم بحث کردیم. اولا منظور ما از ولایت مطلقه فقیه چیست؟ بعد آمدیم ادله عقلی و نقلی نظریه ولایت مطلقه فقیه رو هم مطرح کردیم. اما در پایان اون مباحث گفتیم که جا داره ما اولا دیدگاه کسانی که قائل به ولایت مقیده هستند و حتی کسانی که اصلا موافق با ولایت فقیه نیستن هم بشیم. منتهای مراتب گفتیم پیش از این که اون دو دیدگاه دیگر مطرح بشه، سوالاتی که پیرامون مسئله ولایت مطلقه فقیه مطرح میشه به این سوالات هم ما بپردازیم تا همه ابعاد مسئله برای ما روشن بشه. لذا بحثی رو انشاءالله از امروز شروع میکنیم تحت عنوان سوال و جواب، یا به اصطلاح فنی فرمودن شبهات و ردود علی حول مسئله ولایت فقیه. سوالاتی که یا شبهاتی که پیرامون مسئله ولایت مطلقه فقیه مطرح است، این سوالات و شبهات مطرح بشه و پاسخ این سوالات و شبهات هم داده بشه. اما امروز از باب مقدمه میخوام یک چند تا نکته رو عرض بکنیم. نکته اول، ما 3 تا اصطلاح داریم، اینا باید روشن بشه. یک اصطلاح سؤاله، یه اصطلاح شبهه هست، یه اصطلاح هم اصطلاح اشکاله. اینا تمودید؟ یعنی گاهی وقت شما میگید من پیرامون مسئله ولایت مطلقه فقیه چی دارم؟ سوال دارم. یه وقت میگه نه من اشکال دارم. یه وقت میگه نه سوال است، نه اشکاله، بلکه دیگرانی هستن که شبهه دارن نسبت به مسئله ولایت مطلقه فقیه. آیا این 3 واژه مترادفن به یک معناست یا بین اینها تفاوت وجود داره؟ دقت کردید؟ یک بحث به نظرم مفیدیه قبل از اینکه وارد بحث بشیم. اولین نکته که میخوام عرض بکنم به نظرم مفید هست این است که یقین و شک در هر موضوع و مسئله دو گونه است. آزیشان دقت کنید، شما نسبت به هر موضوع و مسئله شک یا یقین پیدا میکنید. این شک یا یقین پیرامون هر موضوع و مسئله دو گونه است. یک، یقین به شک منطقی. 2، یقین به شک روانشناختی. این مقدمه میخوام عرض بکنم
که اگر خود به این مسئله توجه بشه خود به خود مرز بین سوال و شبهه مشخص میشه. بله، فرق بین سوال و اشکال با شبهه مشخص میشه. شما اول گفتید سوال داریم، اشکال داریم، شبهه داریم. کدام یک از این ستا در یقین به شک منطقی است، یعنی نیاز به جواب داره؟ کدام یک از اینها داخل در یقین به شک روانشناختی است، دیگه نیاز به پاسخ بفرمایید نداره؟ پس تمام یقین به شک پیرامون هر موضوع به مسئله از این دعا خارج نیست. یا شک و یقین منطقی است یا شک و یقین روانشناختی است. تعریف هر دو. یقین به شک منطقی کیه؟ شک به یقین منطقی از وضوح یا عدم وضوح اشیا و موضوعات و احکام آنها نشأت میگیرد. یعنی اگر امری روشن و آشکار باشد یا مبرهن و مبین باشد، برای نفس انسان یقین حاصل می شود. خب عنایت کنید، یقین منطقی داره میگه. اگر یک مطلبی آیه فیاض چی باشه؟ واضح باشه. حالا چرا واضح باشه؟ بله، یا خیلی بدیهیه، بدیهی بودنش رو همه درک میکنن، یا اگر بدیهی نباشد به واسطه برهان و استدلال اون امر بدیهی و روشن می شود. اینجا برای نفس انسان چیه؟ بفرمایید یقین حاصل میشه. اما این یقین چیه؟ منطقیه. چرا؟ چون بعضی از امور گفتیم خیلی بدیهیه، بعضی هم اگر بدیهی نباشد با استدلال و برهان بدیهی می شود و روشن می شود. برای نوع مردم نسبت به اون مسئله چیه؟ بفرمایید یقین حاصل می شود. ادامه بدید. اما اگر در موضوع یا حکمی ابهام وجود داشته باشد یا در مبادی تصوری یا تصدیقی آن موضوع اجمال وجود داشته باشد، به طور طبیعی و منطقی حالت شک در نفس انسان به وجود می آید. شما میگید که این شک امری چیه؟ شک طبیعیه، منطقیه. عنایت کنید، من میام یک ادعایی میکنم اما برای ادعای خودم هیچ استدلال و برهان نداشته باشم. عنایت کنید، یا مبهم بگذارم مسئله رو یا مجمل بگذارم مسئله رو. آیا برای شما مخاطب شک به وجود میاد نمیاد؟ برای نوع مردم بله، دیگه این شک چیه؟ طبیعی و منطقی است. دقت کردید؟ دیگه شما آمدی حرفی را دو پهلو زدی،
روشن هم نکرد که مقصود شما چیست. خب این مخاطب حق داره نسبت به این مطلب شما شک داشته باشه. پس اگر مطلبی واضح و روشن باشه، حالا این روشن بودنش یا به خاطر بداهتشه یا به خاطر برهان و استدلالی که اقامه شده دیگران قانع میشن، یقین پیدا میکنن. دیگه این یقین پیدا کردن چیه؟ منطقیه. چرا؟ چون شما آمدی با استدلال حرف خودتو اثبات کردی. اما اگر آمدی حرفی را زدیم اما بدون استدلال، یا حرفی را زدیم دو پهلو، مبهم و مجمل، اگر برای مخاطب ما ایجاد شک و تردید بشه، میگیم این تردید به شک چیه؟ منطقی و طبیعی است. یا میگیم یقین به شک منطقی. اما شک و یقین روانشناختی، این نوع شک و یقین پیش از آن که مربوط به اشیا و مسائل خارجی باشد، مربوط به علل درونی و حالات نفسانی اشخاص است. مثلا عنوان مثال، مطلبی که به خاطر وضوحش نوع و قالب مردم بدان یقین پیدا میکنن، اما شخصی یا اشخاصی بدان شک دارن. پس یا نیست؟ اما این شک، این شخص شک طبیعیه. دیگه این آقای مشکل روحی و نفسی و روانی داره. چرا؟ چون مطلبی که نوع مردم بهش یقین و اطمینان دارن، اما این بابا شک داره. این شک عادی و طبیعی و منطقی نیست، یک شک روان شناختیه. و بالعکس موضوع به مسئله‌ای که نوع مردم نسبت به آن شک دارن، اما این شخص نسبت به اون مسئله قطع و یقین دارد. لحاظا مهم قطع در اصول از همین قسم دومه. بله، یعنی قطعش قطع طبیعی و منطقی نیست، آدم زود باوره. و همچنین در علم شریف فقه آدم کثیر و شک هم از این باب بوده باشد. منظور یعنی چی؟ یعنی شکش شک طبیعی نیست. رو شد؟ وضو میگیره، 1 ساعت برای همین وضو مشغوله، صورت شسته باز میگه شاید این نقطه رو من نشسته باشم. دقت هم بودید؟ خب این شکش یک حالت عادی نیست، یه حالت روانیه. دقت هم بودید؟ پس بنابراین
ما درون شک و یقین داریم، شک و یقین منطقی، شک و یقین بفرمایید روان شناختی. نتیجه میخوام بگیریم آنچه را که وظیفه یک علم پاسخگویی به آن است، شک و یقین منطقی می باشد. چرا که اون یقین به شک نفسانی روانشناختی تابع علل خاصیه، مشکل روحی داره، مشکل روانی داره، نسبت به همه کس و همه چیز شک میکنه. شما 1001 دلیل هم براش بیاری باز شک میکنه. لذا فقها به کسی رو شک چی میگن؟ میگه به شک خودت اعتنا نکن. یعنی این شک ارزش اعتنا نداره، چرا که منشأ عقلایی نداره. اما از اون طرف شکی که منشأ منطقی دارد، شما تو فقه نگاه کنید اینا رو 3 قسمت کردن دیگه. بله، برخی شک ها باید ما چا کنیم؟ بهش اعتنا بکنیم، بعضی شک ها نباید اعتنا کنیم. پس ما دنبال سوالاتی برای پاسخ باشیم بفرمایید که منطقی باشه، اما سوالاتی که منطقی نیست معنا نداره. خب عرض می شود یک تذکر دیگر هم یادداشت بفرمایید. استاد نسبت به قطع هم و به نظری همونطور که شیخ درسته فرمودن، یعنی لا ینال ید الشرع اثباتا و نفیا، نسبت به قطع هم گفتن و طور اطلاق درسته برای خودش به نحو اطلاق حجت، اما برای دیگران ارزش نه. ما قطعی را حرف میزنیم که منطقی باشه، احکام شکی را بحث میکنیم که منطقی باشد، اما یقین به شکی که بر اساس منطق نباشد توجه بهش نمیشه. خب اما یک تذکر دیگر نسبت به مسئله ولایت فقیه هم گاهی اوقات تصویر افراطی نسبت به مسئله ولایت مطلقه فقیه می شود. یعنی گاهی اوقات اینقدر ما افراط بکنیم که ولایت مطلقه فقیه را در سطح چه بدونیم؟ معصوم بدونیم. دقت کردید؟ این نگاه افراطیه. و یک نگاه تفریطی داریم که ولایت فقیه را به گونه ای ارائه دهیم که از هیچ جایگاهی در جامعه برخوردار بفرمایید نباشد. و ولایت فقیه را به اندازه وکالت فقیه تنزل دهد. خب ببین، ما همیشه تو مسائل باید از افراط و تفریط بله پرهیز داشته باشیم. بیایم ولایت مطلقه فقیه را به گونه‌ای تعریف بکنیم بله، و هر گونه سؤالی هم که متوجه این تعریف می شود، این
مبنا به این تعریف بدون جواب همه این سوالات رو هم بدهد. انسان شعری نگوید که در قافیه‌اش گیر بکنه. اینا فرمودید این رو هم خدمتتون از کنم که مد نظر باشه. به این ولایت فقیهی که ما او رو قبول داریم به تعبیر یکی از بزرگان و اساتید ما ولایت شخص نیست، ولایت فقاهت و علالت است. ولایت چیه؟ فقاهت و عدالت است. چرا؟ چون ما این ولی فقیهی که واجب این فقاهت و عدالت است میگیم در رأس حکومت قرار بگیره، به الا شخص اینجا ملاک نیست. اما نکته سوم یا دوم، گفتیم که ما نسبت به هر مسئله‌ای که میرسیم خدمتتون از کنم که خصوصا اگر مسائل دینی هم باشه، اگر یه عده بخوان در مقابل این ادعاهای دینی بیستن، شاید گاهی خود برخورد خشنی هم با طرف مقابل بشه. غلطه. در ما گفتیم در مواجهه با هر ادعایی ما سه نوع مواجهه داریم. یه عده سوال براشون پیدا میشه، یه عده اشکال پیدا میشه، یه عده هم شبهه پیدا میشه. آیا این سه تا یکی هستن یا بینشون بفرمایید تفاوت داره؟ یادداشت بفرمایید. سوال به معنای جستجو کردن برای دانستن است، بدون اینکه نظری به رد یا پذیرش از قبل داشته باشد. به تعبیر دیگر سوال در مقام شناخت از نظر قبول یا رد خنثیست، به صرفا ناظر بر فهم است. بله؟ ارائه کنید. شما یک مطلبی برای شما روشن نیست، جهل دارید نسبت بهشون، میخواد صرفا برای خودتون رفع جهل بکنیم. پس جستجو کردن برای چیه؟ دانستن رفع جهل. درست شد؟ از قبل موضوع مشخص نیست که این مطلب درست است یا نادرسته. نه، میگه این مطلب برای روشن نیست. یا شما سوال میگه آقای مطلبی گفتی یعنی چی؟ درست شد؟ ایشون میاد مراد خودش رو برای شما بیان میکنه. حالا شما بعداً آیا قبول بکنید یا نکنید مسئله دیگری میباشد. درست شد؟ این که در روایت السؤال مفتاح العلم، یعنی جهل وجود داره، شما با سوال میخواد این جهل برطرف بشه. پس قبل از طرح سوال نسبت به قبول یا عدم قبول خنثیست، نه در مقام رد نه در مقام قبول. سوال مطرح میشه، جواب رو میگیره، اگر جواب قانع کننده باشه بعد اونجا میاد چه میکنه؟ یا مطلب رو قبول میکنه اگر قانع شده باشه، یا مطلب رو قبول نمیکنه. این چیه معنای سوال. اما شبهه در جایی است که سخن
شبهن یا استدلالی مطرح می شود اما فاقد استحکام منطقی است و هدف آن است که دیگران را به گمراهی یا به تضعیف اعتقادی مخاطب بکشاند. بله، شبهه معناش همینه که یه مقداری از حق یه مقداری از باطل رو با هم مخلوط میکنه، این تهم میکنن. هدف اون آقای شبهه انگیزم چیه؟ دنبال روشن شدن مطلب نیست. هدف این که این امر برای دیگران چه بشه؟ مشتبه بشه. بله، امر مشتبه بشه که در انتخاب به تردید بیفتن که آیا حق با این یا حق با آن است. درست شد؟ مثلا دو جبهه مقابل هم قرار گرفتن، حالا طرف میگه آقا هر دو وقت نماز شده بیان نماز بخونن. هدفشون چیه؟ که دیگران هم براشون مشتبه بشه که حق با این جبهه هست یا حق با اون جبهه هست. میشه معنای شبهه. اما معنای اشکال، اشکال برخلاف سؤال ناظر به بررسی ساختارمند یک نظام فکری با هدف اصلاح یا نشان دادن نقص. درست شد؟ ببین، مستشکل وقتی میاد به شما اشکال میکنه، هدف مستشکل چیه؟ یا هدف اصلاحی داره، بگی آقا این مطلبی که شما گفتی، بفرمایید این مطلبی که شما گفتی به نظر من اگر این باشه چیه؟ بهتره. این نگاه چیه؟ اصلاحیه. دقت کردین؟ یا نشان دادن چیه؟ نقصه. بگی کاری که شما داره انجام میدی خوبه ولی این نواقص هم داره. اگر این نواقص رو برطرف کنید یک نظریه درستیه. دقت کردید؟ پس فرقش با سوال چیه؟ سوال اینه که من نمیدانم بگو مقصود چیست، رفع جهله. اما در اشکال نه، مستشکل خودش رو دانا میدونه، عالم میدونه. در فرمودید میاد نسبت به نظریه شما یک نظریه اصلاحی میده، یا میگه نظریه شما این نقص را داری، نقص باید بله یک راه بهتر نشون میده، ایش اصلاحی، یا نقص کار شما را به شما بیان میکند. به چه منظور؟ به منظور رفع نقصه. درست شد؟ اما شبهه نه، شبهه هدفش اصلا این نیست. هدفش اینه که یک بیماری درونی داره، میخواد این بیماریشو به دیگران هم منتقل بکنه، مطلب برای دیگران روشن نشه. با توجه به تعریفی که نسبت به این سه واژه انجام گرفت، آنچه را که نسبت به مسئله ولایت مطلقه فقیه مطرح می شود آن است که باید
به همه سوالات منطقی و اشکالات منطقی نسبت به مسئله ولایت فقیه بفرمایید پاسخ داده بشید. درست شد؟ حالا اینجا یک بحثایی است که ما شبهه اقسامی داریم. گاهی خواهد شبهه کلامیه، یعنی با گفتار مطرح میشه. گاهی خواهد شبهه عملیه. دقت کردید؟ یعنی طرف با رفتار خودش میاد شبهه ایجاد میکنه. مثلا چی؟ توی مسجد امام جماعت هست، همه مردم داره به این امام اقتدا میکنه، اما یک آقای ملبس میاد توی گوشه مسجد شروع میکنه به نماز فرادا. درست شد؟ این شبهه ایجاد میکنه مگه این امام عادل نیست که ایشون داره تنها میکنه؟ چرا؟ با عمل ایجاد شبهه میکنه. اما گاهی خود نه، با گفتار شبهه ایجاد میکنه. حالا تو مسئله ولایت فقیه، کسانی که معتقد به این نظریه هستند باید به این مسائل پاسخ بدن. دقت فرمودید؟ البته در جایی که نیاز به پاسخ باشه، اما بعضی چیزها که برگرفته از اون بیماری نفسانی بوده باشه از اینا جای خد پاسخ نیست. نسبت به سوالات عزیزان هیچ استیحاش نداشته باشید، چون هدف سوال کیه؟ بفرمایید. هدف از سوال رفع جهله. لذا ما سوال کننده رو منکوب نکنیم. آقا این است و جز این نیست، تا حد سوال نداریم. نه. یا اگر مستشکل میاد اشکال میکنه به این نظریه، بازم استیحاش نداشته باشیم و موضع هم نگیریم. اگر واقعا برخی اشکالاتش والده بپذیریم و اگر اشکالاتش قابل جواب جا کنیم جواب بدیم، چون گفتیم مستشکل هدفش یا اصلاح است یا تبیین نقصه. خب کسی که بیاد یک نظریه بهتر بده باید آدم بپذیره، یا اگر نقصی در نظریه است رو تکمیل بکنه که به نفع آدم می باشد. الان فهمیدید؟ پس بنابراین اگر سوالات و اشکالاتی حول مسئله ولایت مطلقه فقیه مطرح هست با آغوش باز پذیرا باشیم، به اینها رو جا کنیم، منطقی هم پاسخ بدیم. حتی برخی از اساتید بزرگان ما، من امروز داشتم ملاحظه میکردم، عجیب بود، بالای 115 سوال و اشکال پیرامون مسئله ولایت مطلقه فقیه. فرمود چه سوالات و اشکالات که تا به حال مطرح شده یا امکان داره مطرح بشه، پیرامون این مسئله مطرح کردن و همه رو منطقی دادن، جواب دادن. بنابراین ما به حول قوه الهی از جلسه آینده، البته چون وقت ما اونقدر وسیع نیست که تمام اون 100 خردی سوال و جواب رو مطرح کنیم، امهات از سوالات و اشکالات و شبهاتی که پیرامون مسئله ولایت مطلقه فقیه مطرح است بیان میکنیم، پاسخ رو عرض میکنیم. بعد که پرونده بحث ولایت مطلقه فقیه با همه ابعادش بسته شده، میایم اون دیدگاه دیگر رو مطرح میکنیم که ولایت مقیده فقیه هست. اونا هم با ادله بیان بشه و نظریه کسانی که اصلا ولایت فقیه رو قبول ندارن اونها هم با ادله بیان بشه. اون وقت این سه دیدگاه، سه نظریه کنار هم مقایسه بشه و طرف با نگاه باز و با بصیرت بیاد یا معتقد بشه به ولایت مطلقه فقیه مثل مرحوم نراقی و مثل حضرت امام دیگران، یا قائل بشود به ولایت مقیده فقیه مثل مرحوم شیخ انصاری و دیگران.
به مثل برخی دیگر هم که شاید اصلا ولایت فقیه قبول نداشته باشه. لذا ما در میدان مباحث فقط نظریه خودمون رو درست ندانیم بگیم لا غیر، نه، دیگران هم مطرح بشه، بعد افراد با بصیرت بیان دیده ها رو انتخاب بفرمایند. بحث امروز ما به عنوان مدخل و مقدمه بود برای ورود بحث. انشاءالله از فردا سوالات و جوابات پیرامون مسئله ولایت مطلقه فقیه مطرح خواهد شد به حول قوه الهی. ببخشید فرقی فرمودید بین سوال و این اشکال، یعنی فرق از ناحیه این نیست که مثلا در مورد اشکال قبلا یک نقض و ابرام و تاییدی داشته باشه، ولی فرق از ناحیه اراده شخصه. بله دیگه، همون که شخص در سوال منظورش رفع جهلشه. توی بعضی موقع امکان دوستان مثلا طرف استدلال کرده، بعد طرف یک سوال پیدا اومد، طرف پیدا شده، بعد طرف به نحو سوال میکنه، مگر اگر استدلال نه سوال داره، نه سوال از کردم میگه من متوجه نیستم، شما به من توجه بدید. اما در اشکال هدف مستشکل اینه که حرف شما مدعی، دقت کردید، این به نظر من مستشکل این نقیصه را دارد، لذا این ادعای شما ادعای درستی نیست، یا در برابر این ادعای شما ادعای بهتری وجود داره. پس در سوال هدف سوال کننده رفع جهل خودش. اما در اشکال مستشکل در نظریه طرف مقابل یا نقص می‌بیند، بله، میگه نقیصه وجود دارد، یا نظریه بهتر از این نظریه می‌پندارد، میگه به نظر من اون نظر دوم بهتر از نظر شما میباشد. اگر متعلق سوال جهل باشه که سوال پیش نمیاد، از همین دیگه شما شما در مواجهه با حوادثی که اطرافتون هست یا در ذهن شما سوال بفرمایید ایجاد میشه. طرف مثلا فکر میکنه که اصلا ما برای چه خلق شدیم، این سوال نمیدانه برای چه خلق شده. دقت کردید؟ یعنی هدف از خلقت براش مشخص نیست، یا برای رفع جهل سوال میکنه. اما مستشکل زمانی است که نه مواجهه شده با یک مطلبی، اما این مطلب به نظرش مطلبی درستی نیست، لذا یک نظر اصلاحی میده، یا میگه مطلب درسته ولی دارای نقیصه است، اگر این نقیصه برطرف بشه نظریه درستی میتونه باشه. خب این مقدمه بحث ما بود. انشاءالله جلسه آینده سوال و جواب رو مطرح میکنیم. از کردیم دوستان واقعا بیاییم این مسائل رو به دقت مطرح بکنیم و با همکاری هم دیگر. بنده الان دارم مسئله شبهات و ردود و حول مسئله ولایت مطلقه الفقیه میگم، همینجا قضاوت نکنید بس فلانی قائل به ولایت مطلقه فقیه هست یا قائل به خدمت ولایت مقیده است یا اصلا بود کدام قبول نداره. همه اینا رو مطرح میکنیم، سرآخر میگیم مختارنا، بله مختار ما در این مسئله کدام میباشه. لذا هیچ پیش قضاوتی نداشته باشیم. الان داریم کل مسائل رو پیرامونه کسانی که میگن آقا ولایت فقیه باید مطلقه باشه، یا حرف اینا رو بفهمیم که اینا چرا میگن ولایت مطلقه فقیه. ادله‌شو گفتیم، سوالاتی هم که مطرح میشه مطرح میکنیم، از ناحیه اونها جواب میدیم، بعد میریم ولایت مقیده رو مطرح میکنیم با ادله. بعد که تمام شده میایم نظریه خودمون رو بر اساس بررسی همه مطالب آدم اونجا بیاد مختار خودش رو بیان بکند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد
و آله الطاهرین.